ده نفر اینجا در نزد چاه در ناحیه چوست ازبکستان برای آب غوغا و کشمکش دارند. به باور آنها آب چاه شفا بخش است. بعد آنکه من از اینجا اندکی آب گرفته نوشیدم، در یک روز خود را بسیار خوب حس کردم. پایهایم صحت شد. مردم برای آب گرفتن اینجا از شب نوبت می‌پویند. دعوا و بیدارخوابی توجه مطبوعات را به خود کشید. بعضی‌ها ادعا دارند که آب چاه شکم درد، بیماری‌های قند، ضیق نفس و دل را شفا می‌بخشد. 7 سال گذشته من از بیماری دل معالجه می گرفتم. بعد 2.5 ماه نوشیدن این آب بسیار خوب شدم. فکر میکنم واقعا هم خوب شدم. عبدالستار یلداشف میگوید بعد مدت کوتاهی از کندن چاه در زمینش خاصیت‌های شفا بخش آب را کشف کرد. یکی از کارگرانم که ضیق نفس داشت بعد نوشیدن این آب خود را خوب حس کرد. زخم پای یک کارگر دیگر شفا یافت. با عقیده یلداشف آب اینجا مینرال نادری سلنیوم دارد، ولی وزارت تندرستی میگوید آب این چاه را نباید خورد. بعد تشخیص این آب ما معلوم کردیم که آن با معیارهای ملی استفاده مطابق نیست. این آب برای خوردن نیست. هشدار وزارت هم مانع ریختن مردم به اینجا نشد و آنها را متقاعد هم نکرد که ممکن است این فواره شفا فقط فریب و برای جمع کردن پول باشد.